امروز سال روز تولد سنفیه که بچه‌کم بود. بچه‌کم دعوت بود بنان هدیه را که ما مد نظر گرفتیم بیایم با هم آماده بسازیم. حالا دیگه ما عادت دارم در جریان هدیه آماده کردن در لابلای توفه یا هدیه که مد نظر می داشته باشم عطر یا اسپری استفاده میکنم، چون که نه تنها هدیه شما زیبا به نظر میرسه بلکه عطر و بوی خوب و خوشی هم ازش میآید. دو عدد پوکانه هم موندم چون که میفهم تفلکا که هستن پوکانه رو زیاد خوش دارن. گفتم وقتی توفه خود باز میکنه انواع اینا چند دقیقه سرگرم شه. بعضی ها هستند آماده کردن هدیه بسیار با استعداد هستند، بسیار مقبول آماده میکنن، ولی ما چندان استعداد دهی بارا ندارم. ولی همیشه که هدیه یا توفه که آماده میکنم تلاش میکنم که هم زیبا به نظر برسه و هم خوشبو باشه. قسمی که میبینین دیگه من هدیه را آماده کردم. تدا نه چطور به نظر برسه؟ خدا کنه که مقبول باشه دیگه. من همین قسمی که یاد داشتم دیگه آماده کردم. خدا کنه مقبول آماده کرده باشیم. دختر را سرما خنده نکنین. من میفهم شما قابل هستین، از مکر زیاد یاد دارین. این هم از کارت تبریکی که برای بچه یک تبریکی دادم به خاطر تولدش. خداوند عمر طولانی برش بده، کنار پدر جان مادر جانش، زیر سایه پدر جان مادر جانش بگویم بزرگ شود. تشکری میکنم از دعوتشون. خانم قند بسیار میربان هستن، اونا هم مسلمان هستن. بناهن من یک پاکت جدی هم موندم که کاملا حلال است. بچه کنان رای یکی از دوستکایش همراه شد. او هم میخواست دمی پارتی بره دیگه، برد آورد از اینات استمه بود. این هم از آمدگی های خانم قندل که بسیار زحمت کشیده بودن. گفتم از قید قلم باز نمانه، باز شما نگوین مورد خود پارتی نبودی. یا از چهار اطراف خود پارتی بسیار بر تفلک ها هم خوش گذشت و بر ما هم خوش گذشت. هم از کیکشون بسیار کیک مقبول مادر جانش آمده کرده بود. ای هم از ولاگ سال روز تولد ما تولد و دی چاو چاو.